چیزی که من میخوام به شما اینجا بگم یکی از رازهای کابالاست و امیدوارم که بعداً برنامه دردسر درست نشری بدونید. اول از همه بپردازیم کابالا یعنی چی؟ کابالا یعنی عرفانی که ارتباطات دنیای پایین رو با دنیای بالا برقرار میکنه. یعنی ارتباط زمین با عوالم بالا. عوالم بالا منظورشون دنیای ماوراست، نه عرش خدا، نه. ارتباط زمین با عوالم بالا. نماد اصلی یهودیت و کابالا چیه؟ ستاره 6 برگ که میگم با داووده. یک مثلث رو به بالا، نماد